جنابندانوچه رادیو دنگ گلدن با شیر و 12 ایلون 2025 این لبروکسل ساعت 15 آمده 16 گدارن هیچ منوچه هم پیشکش بکن دم آزادی بر اپوی لهر مومر یا نافچه مرد نسیبینی ایرو سر سبه اپراسیونک لشکری دست پیکر لگوری آگاهین جهرمی ین جچافگانین به اولهاتنه ورگرتن ارتش ترکا داگر کر ایرو آمده کاریا تفگر که لشکری لهر مومر یا کریه هات دیار کرن که به تفگر لشکری لسه گندن هرم مومر یا سر به نافچه مرد نسیبینی خرب سریه گندن که تفگر لشکری لیته کرن اون سرکانی تیره و گرسک عربویه زینب کارایلان دوی دمل دست ماوی هیویه ورن اسکرین هفسروکا او هدا آمده پارزر زینب کارایلان تکلداری مافی هیویه جه آنفر آقفی او گد مافی هیویه مافکه که دنجا بریارن دممه دهاتیه پیشکستن او گردونیه پارزر زینب کارایلان دازانین که او ماف لگوری خلاص هیمین یا پیمان ماف مروفان یا اوروپای هاتیه فرمیله کرن و وکه مسوگری پاراستنا جیانا مروفان هاتیه قبول کرن پشتی بریارا دممه کنسای اوروپا جه ترکیه خواست که ده قانون خود گوهرتان بکه و مافی هیویه بکه پراتیکه ترکیه هیان ها سر راست کرنک نکریه کنسای اوروپای جه هیا داویا مها ایلون دم دای ترکیه اگر ترکیه سر راست کرنک نکه و راستی کردیار و پیکانین جور به جور وره پارزر زینب کارایلان بالکشان سر پیواجوی آشتی و جواکا دموکراتیک گره را پودای دست پیکرین و گد جبو تفکاریا لپیواجوی دوی دمل دست مافی هیویه وره ناس کرین برزو جلان برپرسیاریه که دیروکی گرسر ملی خواه و مخاطب سرکه یه پیواجوی دیروکیه کمیسیونا چارسری جی هیدی و درنگ تفدگره اف جی فکارین جدی چه که دوی دمل دست سر راست کرنه قانونی چه ببن و پیشیا مافی هیویه انتگراسیون گوهرتنین قانونی و سیاست دموکراتیک وره وکرین هرچی کاسی برزو جلان گوت به او جبو آزادی خواه فیزیکی تشتکی نخوازه اموه که حقوق ناسان دبیشن دولت و دستلاتاری ترکیه مجبورن مافی هیویه بکن پراتیکی و مخاطب سرکه یه چارسری پرسکره که کرد و دموکراتیک بونا ترکیه برز عبدالله جلان وره بردان موزیسین نافدار واکر گود جبو آشتیه که عادل دوی برز عبدالله جلان آزاد ببه موزیکشن آلمان کنستانتین واکر که به ناسنامه خواه آنارشیست و آنتیفاشیست ناس کرن پیامک به دیمن وشند و دیار کر که اف پیشگیری ده پیواجه آشتی و دموکراتیک بونا ترکیه واکر گوت وکه هنرمند و دجبره که شعر از جدل پیشگیری ده اینسیاتیفا برز عبدالله جلان و تفگره کرد که جبو آشتیه که عادلانه یال ترکیه دانه دست پیکرین دم پیواجه آشتی و دموکراتیک بونا برفره اف پیواجو و جبو مروف ترکیه و کردستان جیانه که به باش بخواره بینه جبو ویجی پیوستی به وکویا نافبرا جواکان پشتوانی و عدالت هیه دوی ام به هفره بخبتن وکر دست نشان کرد که پیوستی جهانه به آشتیه که بلز هیه و دست نشان کرد که شر ظلم نجات پرستی سروریا میر و تالان کرنا خوزای تنه به آشتیه دکاره بداوی ببه هنرمند بالکشان سر مانیفستویا لدیجی شرک لگل خلاتکرا نوبل یا ویژه نویسکار الفریدا جلین که نویسی بو ببیرخست که وان او متن جبو پشکریه به فستیوالا چاندا کردا نونتوی یا 1 ایلونا 2023 نویسی و او بانکر ورن امجاره کدن هیوی به آفرینن و خوش شر امپریال همویان وکشینن کنستانتین واکر دیار کرد که جبو چارسریه که آشتیانه و عادل آگل کرد دوی ریورا پو جالی فیزیکی و آزاد ببه و خدخه لسر پکه که یال المانیای بیرا کرن واکر گوت هیوی جیان دا آفرینه پشتوانی سینوران ناسناکه و داخواز آزادی ریور آپو و گرتین سیاسی همویان کرد واکر هر وها دستنشان کرد که روژاوا جبو رجلتا ناوین دکاره ببه جواکا که میناک آ دموکراسی واشتی ماف داده بانگ اندام کنسای اوروپایی کرد شبتار ماف هیویه بن کماله دموکراسی و حقوق یا نونتوی ماف داده درباره ماف هیویه ده نامه یک اندام کنسای اوروپا و کمیته وزیران کنسای اوروپایی رشاند ماف داده ده نامه خود دخواست کرد که لگوری خالاشیست و یکمینا ریزکنامه نافخوایی تفگرن مافتاده گود که قدخه این کاتگوری که یند قانون ترکیه ده نه لگوری دممیه و بریاروای مافی هیویه
ترکیه مجبوره که لگوری بریارن دممه تف بگره و سازین وجی مجبورن پیکانینا بریار دممه بشوپینن و دخوازا پیکانینا وان بریاران بکن. مافتاده دنامه خود گوتیه ماف هیویه گردونیه و ماف جیان مسوگرده که نبکو دولت اندام کنسای و بریارن دممه نکن پراتیکه. تیگه ها ماف هیویه لگوری خلاص یمینیا پیمان ماف مروفانیا اروپایی هاتی قبول کرن. دادگاه ماف مروفانا اروپایی دبریارا اوجالانده ده سال 2014 انده و پش رژی دبریارن کایتان، گوربان و بولتان ده بریار داکو پیویست جزای گرتیکهیگه حتی یک گران به ماف هیویه مسوگر بکه. دادگاه دید که قدخه این کاتگوری که ینده قانون ترکیه ده نه لگوری ماف هیویه نه. دادگاه گوت که دوی ترکیه همو قانون خواه دبن چاوان را درباس بکه و سر راست کرنان بکه و دمل دست مافی هیویه بکه پراتیکه. لیبل ترکیه تو قانون بجیه نه آنینه و تو گاوکشی ناوید. کمیته وزیران کنسای اروپای سالک مهلت دا ترکیه که سر راست کرنان بکه. لیدوی مجاره ده تو گاوکشیم بر ناویدیه. دوی کمیته وزیران کنسای اروپای دمل دست زخت و زوره لی ترکیه بکن که دمل دست مافی هیویه بکن پراتیک و لگوری حقوقا گردونی تف بگره. DBP و ایهده ذهنیت دربای بردوام دکه. پارتی حریم دموکراتیک DBP دداخیانی خود دیار کرد که 12 ایلونه به تایبتی لدش ایراده گل کردیری شکل توپیه کنه و ایروشی دوام دکه. DBP گوت کریز نوالی دوام دکن بین پیکرنین تین کرن زختین سیاسی و جیکاریا که تکرن انجام ذهنیت دار بیانه. دستور بنگهین یا دموکراتیک پرگالک سیاسیا ننابندی و پرگالک جواکا دموکراتیک ولی همبری ذهنیت دار ببن برسبا هری باش. کماله مف مروان ایهدیشی دداخیانی خود گوت دستور بنگهین 1982 دیان هیشی پراتیکه دیه. اوتوریتر بون به پیکرنین مافان و زختین دارازه دوام ذهنیت داربه فاشیست یا 12 ایلونه نه. اما که ایهده بانگلادش لاتاری دکن که به آوائی که راستی روبرو بنا دربیان بکه. دوی اصرار اند سیستم اوتوریتری دورن ترک کرن. جبوویجی دوی همو وسایت لشکری ورن برطرف کرن و وسایت دموکراتیک ورن ترجیح کرن. سروک امریکای و سروک وزیر قطر لحف جوین مدیای امریکای دیار کرن که ویرو لکوشکا سپی سروک امریکای ترامپ به سروک وزیر قطر محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثانی را بجوه. مالپرین پولیتیکو و آخی سوس داخویا کرن که وی سروک وزیر قطر به سروک وزیر امریکای جگر سروک امریکای واس وزیر کار دروگی امریکا مارکو روبیو نورر تایبت ستیو ویتکوف هجمارک جبرپرسین امریکای ین پای بلند و قطر بجوین. و ده جوینه ده ایرشن اسرائیلیان دژ قطر و دانوستاندنین آگربستال غزای بین نخاش کرن. بانگین والا کرنه غزای و مترسین کوچبر کرنه. بردف که ارتش اسرائیل آفجی های آدره لسر حساب خواه ایکسه بانگ لنشته جهن باجار غزای کرکو جه باجر درکه بنو گوت ارتش ده اپراسیون پیک بینه. بردف که هشیاری دانشته جهن غزای و گوت ماینا لحرم پر خطره و جوان خواست که بچن حرم نافبوری. لگوری کانال 12 اسرائیلی جی سازی اولایی پلان خواه کوچبر کرنا فلسطینیان آج مهه و پیشکش نتانیاهو کر و دیار کر که اف پلان ده به رین جدا دناف ده هوایی و دارایی پیک وره. کانال راگان که نتانیاهو ده پلان پیشکش وزیر کار دروگین دولتین یک بوین امریکو مارکو روبیو بکه و روژا یکشنبه یا به سردان اسرائیل دکه. هر اوها اشارت بکر که اسرائیل برجی به چند ولاتان را تکلی دانی دا که فلسطینیان پیشوازی بکه. لگوری همان کانال گمان اسرائیل بخواه لسر سرکفتنا و پلانه هنه. لنپال بیلانچو گرانه 51 کس مر و حکومت کت. بردف که پولیسان بینوت گیمری جه آف پیره آقفی وانی زمان که جه کسی جیان خوش دستان 21 خوپشاندار و 3 جی پولیس بون. ددما بویران ده 13500 محکوم جه گرتیگهان رویان تنه بشک جوان هاتنه گرتن. هاتر آگاندن که 12533 کس هین جی فرارینه. چالاکین شرمزار کرنه روژ 8 ایلونه به گله این پولیسان رو و گوری شر.
پیش رژی سروکوزیر کپ سارما اولی را گهاند سوزداکو و پلاتفورم مدیا دیجیتال جاره کدن وکه اولی پرسینا تیکلداری تندیا پولیسان بده دست بکرن. دمک کرد پشتی ویدا خویانی سروکوزیر استفا کر. جوانان روژا سیشمه لکولان کاتماندو بناو نفش زه لحف کومبو و آواهی پارلمانتو و سروکوزیر تیجی دناو ده آگر برداکی لکاواهین جمعوریه. لپایتخت کاتماندی روش آورته و خدخه درکتنا در و هاترا گاندن ارتش کته دوره. سروک فرمانداریا گشتی از هوک روش سیت گل جبو آواکرنا حکومت دمکی بخوا پیشانداران را دست به دانستاندن کرد. تگوتن دبکو سروکا بریا دادگاه دستورا بنگهین سوسیلا کارکی به سروکا حکومت دمکی. لبله افناف هینا جالی همو آلیان و نهاتی قبول کرن. بویرین لنپال پشتی راکرنا مونارشی یا سال 2008 و که بویرین هری بخوین این جواکی تین دیتن. بلژیکا ریل بر قانون کرنا گازا ایسوت یا جبو جنان ودکه. روزنامه یا هت نیوز بلاد او ورته نیوز را گاندن که وزیر وکوی بوب بندرز ریل بر کارانینا گازا بیبره ودکه. باندرز دیار کر که او یک بشک جی پیکاتنا تدبیرن که لکولانان اولهی جنان زیده بکه. بندرز دستنشان کرد که بریا سررس کرنا قانونی اوی لسر آوانتاج دزاوانتاج و باندورن سپریا ایسوته لیکولینه که برفره بکنو گود از پشکریه ددم جنین که سپریا ایسوته دچنته خود هل دگرن و دخوازم زانبم به براستی فایده ایشه دگرن یانا. باندرز گفت که لگوری دانین داوی جسدی 95 جن لجین گشتین بلژیکای خود بن گفته هیستکن. لگوری لیکولینا ستاندوپ یا پاراستن لکولانان که داویا سال 2023 دوشانده بو جسدی 15 جن دویجن که خواه لکولانان قط به اوله سناکن. لبلژیکای سال 2014 اوور و لدیجی هولدان زاین پرستی لقادین گشتی قانونک هیه. بلوگا فمینیست ستوب فمینیسیده جی راگاند که ده سال 2023 26 و حتی داویا 2024 21 کشتنین جنان چه بونه. گدارن هیجان و چین مبداوی بوندن باش.